اگه کشتیتون قراره بیاد ایران و میخواین خدماتون رو سوارش کنید ولی ویزای درست درمون نداشته باشید، ممکنه حسابی گیر بیفتید، جریمه میخورید، کارتون عقب میفته، حتی ممکنه به دردسر بخورید. توی این ویدیو قرار راحت و رک براتون بگم ویزای درنوردی چیه و چطوری میتونید از این دردسرها دور بمونید. ویزای درنوردی یه مجوزه که باعث میشه خدمه بتونن بیان ایران، یه مدت بمونن و بعدش راحت برن. چرا اینقدر مهمه؟ بدون ویزا خدمه رو نمیذارن سوار کشتی بشن. اگه کار عقب بیفته ممکنه روزانه جریمه بخورید. بسته به اینکه کشتیتون چه پرچمی داشته باشه، نوع ویزا فرق میکنه. ویزای 72 ساعته برای کشتیایی که پرچمشون خارجه. ویزای بلند مدت از 1 ماه تا 1 سال برای کشتیایی که پرچمشون ایرانیه. ویزای خروج یا اگزیت ویزا که وقتی خدمه کارش تموم شد و خواست برگرده کشورش لازمه. خب حالا که فهمیدیم ویزای درنوردی چیه و چرا مهمه، توی ویدیو بعدی درباره ویزای 72 ساعته براتون بیشتر میگم. اگه کشتیتون خارجی باشه این ویزا خیلی به دردتون میخوره. حتما ببینید و با ما همراه باشید.